در ناحیه فرخور جماعت دهاتی وطن دهه به نام سفرمد این حوله سفال اسمت است اما که سفال مساحت 12 سوت قطعه زمین نزد حوله منزل استقامتیش را ثمرانو استفاده نموده است. مکه حاصل کشت سوم زمین بوده بین آن دانگی ها کشت شده است. در این کنج زمین گرمخانه ساخته درختان لیمو پرورش می‌یابند. حاصل آن را ماه اکتبر جمع‌آوری می‌نمایند. اویله ما ذخیره خوراک یک ساله‌مون حاضر ذخیره کردگی ما باوری داریم که زمستان رو به یگان تنقیصی میبراریم. همه چیز میرسد از حساب زمین‌های نزد حوالگی و از حساب زمین‌های پرزیدنتی. ما زمین‌ها رو پرثمر استفاده میبریم. یگان وجب زمین جای خالی نمیمونیم. ایلوج میکنیم که حاضر فصل ترموش شده است تا کلیونکو قطعی باز یگان محصولات دیگر حاصل سیم کرده میگیریم که عذاب نکشیم. انشالله که عذاب نمیکشیم همش میرسه. در اوله اسمت این روزها حاصل محصولات های قطعه زمین نزد حولیگیشان را جمع‌آوری نموده و دوره زمستان آمادگی میبینند. از سبزوات های گوناگون و میوگی ها این گونه خورش، شربت و نوشابه های از لحاظ طبیعی تازه تیار نموده ایستادند. ما علمی هوتومو 3 حاصلی میگیریم تا 3 حاصل 4 حاصله. اولش پمیدور، کارتوشکا میگیریم، با تیرامایی، لوبیا میکنیم، مکایی، موش میگیریم. خیلی تیاری با زمستون میبینیم. زاکوسکا میکنیم، زویرابای میکنیم، کمپوت میکنیم، وارنی میکنیم. تو 100 بنکرات تو حاضر کردن تا زمستون خیلی دیگه با میشه خیلی. این تاریخی میبینیم فایده هوتومو. ما نمیخریم، همین هوتا میگیریم، زاکوسکا میکنیم، همش هوتا. امی با اون میچینیم، کمپوت، وارنی میکنیم، سالیانی میکنیم. در جماعت دهاتی وطن آمادگی به دوره زمستان بین زنان به حکم عنعنه درآمده است. اویله ها در این کار به همدیگر کمک میرسانند. در این روزها طعم‌های ملی تیار مینمایند. در دهه ما زیاده از 277 خوجگی عمر به سر میبرند که همین اهل دهه مشغول به زمین‌های نزد حولیگی، زمین‌های پرزیدنتی، زمین‌های خوجگی دهخانی، باز بسیارش زمین‌های یاری رسان دارند، زمین‌های للمی دارند که در اطراف این موضوع در دهه ما در اطراف این مسئله بسیار آمادگی دیده شده ایستاده است. مثلا مردم ذخیره علاکه خیلی خانواده ذخیره 2 ساله خود را علاکه از حاضر دیده ایستادند. در یک زمین در چند فصل کش کردن 2-3 حاصل در دهه ما عنعنه شده است. با مقصد شناسایی از آمادگی اویله ها با موسم دوره زمستان گذرانی در جماعت دهاتی وطن دهه به نام سفرمد نمایندگان ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخور به این دهه آمدند. زنان دهه نامگوی محصولات هایی که برای دوره زمستان ذخیره نمودند نمونه های این محصولات های غذایی را به نمایش گذاشتند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخور برای دستگیری نمودن زنان اکسیه تحت عنوان ما زنان میتوانیم و ما زنان سرپرست اویله ها شده میتوانیم در 10 جماعت های شهرک و دهات ناحیه گذرانیده شد. در اویله سفال اسمت و مقصد دارند که بعد جمع‌آوری این حاصل زمین را برای کشت چهارم آماده سازند. دوره تیرماه و زمستان بازار ناحیه را با سبزوات و کبوتی تازه تامین نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعات نوید.